سلام ایرانیان عزیز، خوش اومدین به باکس و من میخوام بهتون بیت باکس میخوام بهتون یاد بدم. پس بریم سراغ سه تا صدای اصلی کیک، های هت و یه سنر که اسمش ریم شات هست. اول از همه با کیک شروع میکنیم. کیک اون صدای اصلی هر آهنگی حساب میشه که اکثر موقع روی ست درام اون پدال پایینیه که وقتی فشارش میدی صدای میده. تو آهنگای اصلی هم کیک نوعای مختلف هستش با صداهای مختلف، ولی خب چون الکتریکیه اکثرش نمیشه با صداهای با صدای انسانی نمیشه انجام داد، با حتما تون بشه. در هر صورت کلاسیک کیک داریم که خیلی راحته، فقط حرف ب انگلیسی رو تلفظ میکنیم. حرف ب انگلیسی رو حالا میتونیم پشت سرش اگه یه حرف دیگه بیاد ممکنه خود راحت تر بشه. به عنوان مثال بوم بوم، همینجوری پشت سر هم میگیم بوم 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 بوم. اونش آخرش وقتی که حذف میکنیم یه ب خالی داریم. به مرور زمان همزمان که هوا رو بیشتر میکنیم فشار بیشتری هم به لبا وارد میکنیم و هی چیز ب رو میگیم. همینجوری که پشت سر هم تمرین میکنیم میشه. صدای بعدی های هت، تنها از حرف انگلیسی T در واقع ساخته شده. های هت رو آدم میتونه فقط با حرف T انگلیسی بگه. خیلی هم ساده است، خیلی راحت میشه انجام داد، هیچ مشکلی آدم براش پیش نمیاد بابتش. ما دو نوع های هت داریم، های هت بسته و های هت باز. حالا میگن open های هت، close های هت. close های هت همون های هت معمولیه که تمرین کردیم، یه تی خالیه. open های هت یا های هت باز یه اس بهش اضافه میشه. چجوری آدم میتونه بفهمه که این صدا دقیق خیلی درست تلفظ میشه؟ بعد بتونین هوا رو از بین دندوناتون رد بکنین. به قشنگ میشه احساس کرد که هوا داره رد میشه. صدای بعدیمون سنر یا در اینجا بهش میگیم ریم شات. ریم شات شامل اون صدایی توی درامه که وقتی با چوب به اون دور سنر، یعنی دور اون وسیله اصلی سنر میزنی صدای میده. صدای اصلی سنر، ولی دورش وقتی که میزنی سنر. ریم شات ها میشه خیلی راحت با حرف کای انگلیسی تلفظ کرد. حالا میشه گفت کو یا مثلا که، جفتش یکیه، مثلا جفتش یکیه، ولی برای اینکه بخواد خیلی درست در بیاد با کا تمرین کنیم. این سه تا صدا رو وقتی کنار هم بذاریم بیت داریم. به عنوان مثال ساده ترین بیتی که همه تمرین میکنن، آروم ترش میشه های هتش رو عوض کرد به صورت های هت باز باشه. آدم میتونه تعداد های هت رو بیشتر بکنه. همینجوری پشت سر هم آدم تمرین بکنه، تنوع مختلفی بذاره، میتونه خیلی ساده میتونه بیت های زیادی یاد گرفت و تنوع بیت زیاد میشه. اینم از تمرین سه صدای اصلی. امیدوارم خوشتون اومده باشه تا الان و امیدوارم از فیلم های آینده هم خوشتون بیاد. فیلم بعدیم به احتمال زیاد میخوام سنر رو باهاتون کار بکنم. اینی که ما کار کردیم سنر ریم شات اسمش، ولی اونی که میخوام باهاتون کار بکنم و اصلیشه سنر کلاسیک بهش میگن. حتما تمرین بکنین کیک، های هت و ریم شات. سه تاشو تمرین بکنین تو بیت های مختلف. ساده ترین بیت یادتون نره.
اینو پشت سر هم تمرین بکنی. بعد که همه صداها رو یاد گرفتن دیگه میرین سراغ تنوع و انواع بیت های مختلف. تا اون موقع خداحافظ.